marosimi boshlanmoqda. خانمان و جنابان، مراسم امضانامه درباره همکاری بین فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان و فدراسیون اتفاقهای کسبی ازبکستان را به امضا می‌رسانند. Radio kompaniyasi raisi Alisher Xadjayev hamda Tojikiston televideniya va radio hamda Tojikiston Milliy axborot agentligi direktori Xovar Siddiq Saydali ملی اطلاعاتی ازبکستان اوزه را به امضا می‌رسانند. viloyatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnika به امضا می‌رسانند. پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاج‌های جمهوری ازبکستان آید به همکاری‌های علمی تکنیکی را به امضا می‌رسانند. memorandumni imzolaydilar. رئیس جمهوری ازبکستان جسور اکرمov یادداشت تفاهم آید به همکاری بین کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته آید به کارهای دینی نزد دیوان وزیران جمهوری ازبکستان را به امضا می‌رسانند. رئیس کمیته بی‌خطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری در ساحه کرانتین رستنی را به امضا می‌رسانند. va uni amalga oshirish bo'yicha tadbirlar rejasini imzolaydi. حکومت آید به همکاری در ساحه فرهنگ و صنعت و نقشه چاره‌بینی‌ها برای سالهای 2018-2020 را به امضا می‌رساند. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri Ruslan سازشنامه درباره همکاری در ساحه عدلیه را به امضا می‌رساند. اتاق جوانان جمهوری ازبکستان قهرمان قرآنباyev یادداشت تفاهم بین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شورای مرکزی اتحاد جوانان ازبکستان را به امضا می‌رساند. رکتر اکادمی اداره کنی دولتی جمهوری ازبکستان رستم قاسمov سازشنامه بین اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری ازبکستان آید به همکاری‌ها در سمت تحصیل خدمتچیان دولتی را به امضا می‌رساند. آید به همکاری‌ها در ساحه گیودزی و مشاهده فاصله‌ای زمین را به امضا می‌رساند. جمهوری ازبکستان آید به همکاری‌های حربی تکنیکی را به امضا می‌رساند. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta دین سعید و وزیر تحصیلات عالی و مخصوصی میانه جمهوری ازبکستان انعام مجیدov سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان آید به همکاری در ساحه تکمیل اختصاصی آموزگار o'rtasida ikki tomonlama hujjatli سودای خارجی جمهوری ازبکستان جمشید خودجایف
سازشنامه oid به همکاری دایر به تشکیل جمع‌آوری استحصال تکنیکی کشاورزی بین کارگاه ماشینسازی وزارت صنایع fevralda imzolangan bitimga qo'shimchalar kiritish to'g'risida bayonnomani hamda O'zbekiston millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi bilan Tojikiston xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy aloqalar jamiyati o'rtasida hamkorlik to'g'risida memorandumni imzolaydilar. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهریدین و وزیر کارهای خارجه جمهوری ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف پروتکل oid به مبادله تصدیقنامه‌ها در خصوص راتیفیکاسیون شرطنامه oid به قطعه‌های علاهیده سرحدی دولتی تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه بین حکومتی درباره پیشنهاد متقابله منطقه زمین برای جایگیرکنی سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و سفارت جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان پروتکل بین himoya qilish sohasida o'zaro anglashuv va hamkorlik to'g'risida memorandumni imzolaydilar. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم و معاون سروزیر جمهوری ازبکستان سهراب خالمرادov سازشنامه oid به همکاری در ساحه استانداردیزاسیون، مترولوژی و سرتیفیکاسیون، سازشنامه در ساحه گذرانیدن کارهای اکتشافی و گیولوژی در میدانهای نزدیک سرحدی، یادداشت تفاهم oid به همکاری در ساحه سیاست ضد انحصاری و حمایه حقوق استعمال کنندگان را به امضا می‌رسانند. hamda davlatlararo strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomani imzolaydilar. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شفقت میرزیایف اظهارات مشترک سران دولت‌ها و شرطنامه oid به شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را به امضا می‌رسانند.